در تالار مجلسگاه ریاستی معارف ولایت سوخت نشست مطبوعاتی اوید به نتیجه‌های فعالیت ساحه معارف در نیم ساله اول سال 2026 برگزار گردید. در آن بیش از 35 نفر نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک نمودند. ضمن نشست رهبریت ریاستی معارف ولایت سوخت اوید به نتیجه‌های فعالیت ساحه، تطبیق سیاست دولتی در سمت معارف، رشد انفراساختار، آمادگی به سال نوی تحصیلی 2026-2027 و دیگر سمت‌های افزاینده‌ناک فعالیت معلومات پیشنهاد نمود. تاکید گردید که در 6 ماه سال روان در ولایت سوخت 35 انشاءات ساحه معارف از جمله 17 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 18 مؤسسه تا مکتبی مورد استفاده قرار گرفته برای بیش از 6000 نفر خواننده و کودک شرایط مساعد تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است. ذکر شد که عین زمان ساختمان 82 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و 50 مؤسسه تا مکتبی ادامه داشته با مورد استفاده قرار گرفتن آن مسئله نارسایی جایهای نشست تدریجاً برطرف می‌گردد. با گفته مسئولین در ولایت برای آمادگی همه‌جانبه به سال نوی تحصیل کارهای تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی، تامین با تجهیزات معاصر، کتاب‌های درسی و دیگر وسایل تعلیمی وسعت یافته جهت قبول خوانندگان در شرایط مساعد تدبیرهای ضروری عملی گردیده ایستادند. تامین مؤسسه‌های نوبنیاد با آموزگاران صاحب تخصص، بالا بردن صفت تحصیلات، گسترش استفاده تکنولوژی‌های رقمی و ذهنی صنعی، اینچنین تقویت ملکه کسبی آموزگاران از سمت‌های افزاینده‌ناک فعالیت ساحه ارزیابی گردید. در ادامه نمایندگان وسایط اخباری عامه وابسته به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار، سطح و صفت تحصیلات، تامین مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری و دیگر مسائل مبرم ساحه سوال‌ها پیشنهاد نمودند. مستانه محیدی لازاده، فرهاد عبدالله، حبیب ابراهیم زاده، اخبار.